ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی الله عنه میگوید که ابو یزید تنگه و دینارهاش میبرد در پیش مسجد میماند. نیت صدقه بود. مرد آمد همون تنگه و طلاها را گرفت. یک مرد آمد همون تنگه و دینارها را گرفت. این مرد خیر کننده صدقه کننده در غضب آمد. گفت من را برای تو نیت نکرده بودم، برای چی گرفتیش این تنگه ها را؟ تا اینکه جنگ و جدالشان به پیامبر رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا ابا یزید لک ما نویت، نیت تو صدقه بود، پس بگذار کسی که گرفته باشد. همون طوری که من شما خیر میکنیم در خیر در صدقه همه میان میخورن میروند، پس نیت مونست. برای کسی که اون دینار و تنگه را گرفت، برای اون گفت که یا معن برای تو آن چیزی که تو گرفتگی. این مرد گفت نیت تو صدقه بود، این مرد گفت نیت تو حاصل کرده بود، پس طبق نیتتون اون خداوند برای شما میدید. روز قیامت الله سبحانه و تعالی 3 نفر رو میارد، صح حساب کتابشون میگیرد. 3 نفر رو صح حسابشون میگیرد. یکی از اونها اهل علم است. اهل علم خداوند صح حساب میگیرد. الله برایش میگوید که ای عالم، من برای تو علمت دادم و علمت چی کار کرد؟ عالم میگفت است که خدایا من به علمم چنین کردم چنان کردم، درس دادم، امر معروف کردم، این کردم اون کردم. الله میگه نه، تو دروغ گفتی. تو نیت تو خراب بود. تو علم را آموختی به این خاطر که مردم بگن که این عالم است، مردم تو را بالا نشینت کنن، مردم تو را پیش قدمت کنن. الله میگه خذوه فغلوه، بگیرید ایرا به زنجیرهای آتشین ببندید و بکشید برش. دوم مرد مجاهد را میارن. الله مجاهد را هم میپرسد که تو برای چی جهاد کرده؟ میگه که خدایا من جهاد کردم تا که کلمه تو بلند شود. الله میگه نه، تو دروغ گفتی. دنیات تو این بود که مال غنیمت به دست بیارم و کشته شوم، مردم بگن که شهید است. این را هم ببرید دوزخ. سوم مرد مالدار را میارن. الله میگه که من برای تو مال دادم، چی کار کردی؟ میگه خدایا خیر کردم، احسان کردم، چنین چیزها راست کردم، چنین کردم. الله میگه نه، تو دروغ گفتی. نیتی تو خراب بود. تو مال بعد از آوردی تا که مردم بگوین که بسیار مرد سخاوتمند است. این را هم میگه داره جهنم. برای خاطر نیت باید درست باشد. الله سبحانه و تعالی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله لا ينظر الى الصور، الله به صورت‌های شما نمی‌نگرد، به صورت‌های من شما نگاه نمی‌کند که صورت من شما سفید است و سیاه است و زرد، نه. ولا ينظر الى اموالكم، الله به مال‌های من شما نگاه نمی‌کند که تو چقدر مال داری، مال تو زیاد است کم است، به این نگاه. و الله سبحانه و تعالی به جسم‌های من شما نگاه نمی‌کند که من شما خرابیم، لاغریم، پلوانیم، به این نگاه نمی‌کند. در دیگر روایت می‌رد که ولا ينظر الى انسابكم، الله حتی به نسب‌هاتون نگاه نمی‌کند. یعنی که مالداری و حسنداری و زیبا بودن و جسم بقوات بودن و
نسب بالا بودن اینها اعتبار نداره. ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. الله به نیت های شما نگاه میکنه. طبق نیت الله میدهد، طبق عمل الله میدهد. عملت اگر خوبتر است پس تو از همون انسان با نسب بالاتری. چند مرتبه گفتم که اگر یک انسان پیامبر زاده باشد اما به عمل باشد فایده نداره. یک مردی که عادی هست، یک چوپان است، پسری چوپان است، چوپان زاده هست، اما دانش دارد، عمل دارد، اخلاق دارد، رفتار خوب دارد، کردار خوب دارد، در جامعه فایده آور هست، اون والله بهتر است نزد خدا. انسان مسلمان همیشه کوشش میکند که برای جامعه فایده بیاورد. در همه کارها کوشش باید بکند که فایده رسان باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که یا رسول الله کدام مسلمان خوب است؟ کدام مسلمان بهتر است؟ رسول مبارک صلی الله علیه و سلم فرمودند که انفعهم للناس. بهترین انسان همون انسانی است که بهترین فایده آور برای مردم باشد. ببین رسول خدا فرموده انفعهم للناس، برای مردم، نگو برای خودش، برای مردم. کوشش کردن در کار که برای مردم بیشتر فایده آوردن در کار. یک انسان مالدار است باید به مالش فایده برساند. فهمیدی؟ یک انسان عالم است به علمش فایده برساند. یک انسان انجینیر است به انجینیریش فایده برساند. یک انسان متخصصی در دکتر است باید به علم دکتریش فایده برساند. یک انسان ذکاوت خوب دارد، عقل خوب دارد، به عقلش به مردم فایده برساند. یعنی چه خیل یک انسان عاقل به عقلش چه خیل به مردم فایده میرساند، برای اینها راه درست را بیان میکند. برای اون خاطر انسان عاقل کوشش میکند که بسیارتر برای مردم در منفعت مردم باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله خودش کامل بودن و مکمل بودن. پیغمبر خدا هم کامل بودن هم مکمل. خودشان کامل بودن و کامل کننده دیگران بودن. همیشه در جستجوی منفعت مردم. انا انسان عاقل، انسان وقتی که برای مردم فایده آور باشد نزد خدا اون بسیار مکرم است. اگرچه لباسای فرتوت هم داشته باشد، اگرچه در خانه اش صاحبی ماشین هم نیست، ماشین ندارد، بسیار سر اولاد هم نیست، اما فایده رسان است، نزد خدا بسیار مقام دارد. مقامش نزد الله سبحانه و تعالی بسیار بالا است. سویتر را گیرون کن، بسیار بالا دارد. ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی الله عنه میگوید که ابو یزید تنگه و دینارهاش میبرد در پیش مسجد میماند. نیت صدقه بود. مرد آمد همون تنگه و طلاها را گرفت. یک مرد آمد همون تنگه و دینارها را گرفت. این مرد خیر کننده، صدقه کننده در غضب آمد. گفت من را برای تو نیت نکرده بودم، برای چی گرفتیش این تنگه ها را؟ تا اینکه جنگ و جدالشان به پیامبر رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا ابا یزید لک ما نویت، نیت تو صدقه بود، پس بگذار کسی که گرفته باشد. همون طوری که من شما خیر میکنیم در خیر در صدقه همه میان میخرن میروند، بس نیت مونست. برای کسی که اون دینار و تنگه را گرفت، برای اون گفت که یا معن برای تو آن چیزی که تو گرفتگی. این مرد گفت نیت تو صدقه بود، این مرد گفت نیت تو حاصل کرده بود، پس طبق نیتتان خداوند برای شما میدید.